جمعی از شعرای پیشکسوت و جوان و اهالی فرهنگ و ادب میهمان رهبر معظم انقلاب اسلامی بودند. در این دیدار 30 نفر از شاعران سروده‌های خود را با مضامین دینی، اجتماعی، حماسی و اخلاقی قرائت کردند. خب آقایون و خانومای پاچه‌خوار شعرفروش، هر کی یک تک بیت بخونه امشب کد تنه مقام عظماست. خودش آخر سر با هممون یه جا حساب میکنه. نفر اول مثل همیشه کیه؟ علی معلم. علی معلم این دفعه هم علی معلم. آقا ولی این دفعه دقت کنین، این دفعه دقت کنین. این دفعه میخوایم هر طور شده دهن این بابا رو پیدا کنیم، ببینیم خلاصه صداش از کجا در میادین. باشه برو ببینیم. سلام الله بسم الله، روشن کن شبستان را. سیبیلت را بده بالا، بگیر گاز گوش عظما را. Bu rəsidə inqilabi fikr edirlər, kale bənzər. Bu nə mənə? نه بابا بو نمیده. نه عجب ما مشکل بوی اون اتاق از اون دفعه تا الان حل نشده. عجب داستانی داریم ما. هیچی بابا. گفت بو عمود خیمه میزی، فکر لیرم ماله بنزیر. به مقام عظما میگیم ماله بنزیر؟ Bu nə mənə? بابا ما میخوایم زیر سیبیلی این قضیه رد کنیم، تو میگی بون نمنه. چی بون نمنه؟ هیچی، میگه خری شما. عجب داستانی گیر کردم. خرفم شد یا نه؟ آفرین. حالا نوبت خانم نجمه آرپیجیه. نجمه بیا. عاشق که باشی و دلتنگ، حرفت به دل می نشیند. مقبول طبعش می افتد، موسی و چوپان ندارد. عظما که باشی و پالنگ، دنیا به رویت می نشیند. فشار خونت می افتد، عظما و انتر ندارد. گشتم میدان به میدان شهر را، هر گوش دردی هست. آفرین. ارتفاع درد از پیچ شمیران می رود بالا. داداش همین کنارا ما رو بغل کن، همینجا سر پیچ شمرون نگه دار، ما پیاده میشیم. قربونت برم. اگه بخوایم با ارتفاع درد مقام عظما بریم که باید قلهک هم رد کنیم، از اون ورم میخوریم به ازگل که دیگه اصلا شما ازگلا این کارا نیستین که. ارتفاع درد ما تا همینجا بیشتر نمیکشه. شما تا همینجاش هم دل عظما رو خون کردین، بعد دیگه پیچ شمرون. بسیار خوب. خواهش میکنم. من خودم یه تک غزل دارم میخواستم براتون بخونم. میگه چگونه رد شود عظما ز تونل تحریم، که شرط بودن عظما جگر نداشتن است. آفرین. عظما جون جگرت را، جگر جیرجیگرکت را، یعنی همچین طیب الله کل جیگراتکم. به 2 سیخ مخلوط بزن برای ما اومد. خیلی ها انگار منتظر هستن که بگن کسی جدا شده از دامن شما، در حالی که دامان پرمهر شما دامانی نیست که دوستان جدا شدنی باشن ازش. بابا دامن مقام عظما رو شما چیکار دارید آخه؟ من نفهمم. تو سفر قم که پیژامش پای آیت الله مکارم شیرازی جا موند، همینجا هم یه دامن ماکسی بدبخت بیچاره داره، شما اونم بهش نمیبینید آخه. بابا تو هم که در این کاروانسرای ولایت باز میذاری، همه گاو و گوسفندا در میرن. عجب داستانی داریم ما بگونم. نخواستیم آقا ولمون کن. در انتهای برنامه یک منظومه دارم که میخواستم تقدیم کنم به مقام عظما به نام منظومه ریش عظما. آفرین. من براتون میخونم. میگه ریش عظما شده این مزرعه، که داره فکشو سنگین میکنه، با 2 قبضه ریش فلفل نمکیش یونجه کشور رو تأمین میکنه. ریش اون عین یه جنگل میمونه، عین یک بیشه ساکت و قشنگ. اگه توش بگردی پیدا میکنی راسو و قورباغه و موش و نهنگ. میشه با پهنای باند ریش اون 170 گیگا دانلود بکنی. واسه این خروس بی تاج نظام تا سحر یک کله قد بکنی. نمیگم بعد ریشش چیا دیدم، به خدا گفتنشم سخته برام. به نظر همینجا بس کافیه، نگی شاعر کم آورده قافیه. تو این وضعیت خرد و خمیر همیناشم غلط اضافیه. آفرین.
ماشاءالله خیلی خوب بود، خیلی خوب بود. آفرین. هم لفظ خوب بود، هم تنظیم شعر از لحاظ قافیه و ردیف خیلی خوب بود. الحمدلله. مضامین هم که خوب بود. الحمدلله. 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 صاحب تشریف باشید.